سلام دوستان، تایم میلنگ زانتیو 2000 داریم. 7 دندونه از اینجا میشماریم. تایم میلنگش 1 2 3 4 5 6 7. هفتمیه باید روبروی این شیار قرار بگیره. تایم میسکوپوشم اینجا سوراخ داره، میره تو سوراخ سرسیلن. ای میشه برای هوا و این ورش هم یه سوراخ داره. بی هم میشه برای پوزش. بعد اگه دیدین تصمتون بد جا میره، این دوتا پیچ رو میتونی شل کنین. اینا یه حالتی داره اندازه یکی دو دندونه جا به جا میشه، ولی قبل اینکه این پیچا رو واسه بخواین از اینجا چیز کنین، چرخنده رو بچرخونین، باید این پیچا حتما سر جاش باشه که تایمتون به هم نریزه. تایم کاملش. بعد سفتی تصمیم باید 2 دندونه و نصفی باشه. از اینجا که بشماری میشه 1، این هم میشه 2، این هم نصفی. حالا نگاه کن، اولی که رفت، دومی این هم نصفیشه. حالا اینجا یه خورده کیفیت ویدیو اومد کنین فکر کنم. مرسی. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.